های گایز، به ویدیو جدید دیگه از چنل من خوش اومدید. من آرتین ایکس فلای هستم. امروز اومدم با چالش سعی کن نخنده یا ترای نات تو لب و یه مجازاتی داره، این که اگه بتونم یه بار بخندم یه تخم مرغ خام میخورم و ویدیوشو و اون قسمت ویدیو رو آخر این کلیپ میذارم. و قبل از هر چیزی لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله بغلش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی من با خبر بشین. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. مصطفی زنگ زد 115 پرواز داره میمیره. شماره 115 چنده؟ شماره 115 چنده؟ خدای خودت شاهدی که من هر کاری از دستم برمیومد انجام دادم. دیگه بقیه‌شو دیگه به من ربطی نداره. زورا gelmeyen kendine gelsin. Vay senin lale. تمرین ناقوس، تمرین پابوس، تشدید ناموس، چسبیدی کاکتوس، سرشیر قاموس، مردی که یالغوس. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله تو گاد برو صوتش بسم الله این دینی مفقه. چه به انگلیسی چی میشد؟ چه اور ابوالفضل تو را ابوالفضل آی ام تلخ. اللهم صل نه هلا محمد فامیلیز محمد هلا پلیز دونت منو نخور. ای نک خلاصی من ترم یکم. شما از طرف کی اومدی؟ طرف داداشم. داداشت کیه؟ نه از طرف دامادی یا عروس؟ داماد دوست داری؟ بله. اسمش چیه؟ نمیدونی. یه جمله قشنگ به داماد بگو تو اون دوربین. داماد عروس خوبی است. یعنی این خداوکیلی آیکیوش خیلی بالاست. یه جمله قشنگ به داماد بگو. داماد مبارک باشه. باریکالله. اسمت چی بود؟ امید رضا. برای امید رضا یه دست بزنید. دوست داری چه کاره بشی؟ دامپزشک مال چی علی رضا؟ مال حیواناته. ای والله این دوستدار حیواناته، یه دست براش بزنید. باریکالله. دوست داری اولین مریضت کی باشه؟ شما. این برج خلیفه‌ای که حالا همه تو ایران میگن خلیفه اسمش خلیفه نیست، اسمش خلیفه. برج خلیفه. محمد این خلیفه چقدر شلوغه. چی؟ خلیفه نه این حال حرف میزنه شل حرف میزنه. مثلا الان اخبار چی؟ این تو سر این نیده یا نه اگه سر رو بیفان نه یا تو نیده یا ژاپنیا اصحاب ندارم. اونجا دوبام پاپه دودا اون شد کوره‌ایو آخرشو میکشن با کاش میگن شما بلند آره مثلا به من بگو ساعت چنده قربان. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. همینطور که قول داده بودم باید اگه یه بارم که شده بود میخندیدم تخم مرغ میخوردم، اما یه بارم نخندیدم، پس نامردی نکنیم. خب مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله بغلش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی من با خبر بشین.
و فعلا تا ویدیوی بعدی، فعلا پیتس.